نظر پادشاهان و سیاستمداران دنیا درباره شاه ایران. جان اف کندی. آمریکا میزبان یکی از مردان تاریخ است. خان کارلوس پادشاه اسپانیا. ایستادن در کنار شما پادشاه ایران یک افتخار برای من است. آدنایر صدر اعظم آلمان. من امروز دست یک مرد را در دستم فشردم. ذوالفقار علی بوتو رهبر فقید پاکستان. احساس می کنم برادرم به کشور من آمده است. آوریانا فلچی روزنامه نگار بین المللی. هر وقت از او پرسیدم با غرور از وطنش گفت. آیزنهاور. ایران با پادشاه جوانش به جمع کشورهای با قدرت خواهد رسید. ملک حسین پادشاه اردن. من و مردم کشورم مدیون پادشاه ایران هستیم و خواهیم بود. ملک حسن دوم پادشاه مراکش. افتخار کشور من میزبانی از شاه ایران است. پرزیدنت انور سادات رئیس جمهور فقید مصر. تاریخ درباره شاه قضاوت خواهد کرد.